الله متعال می فرماید ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یهودیان و مسیحیان هرگز خوشنود نخواهند شد حتی تتبع ملتهم، مگر اینکه از آیین تحریف شده و خواسته های نادرستشان پیروی کنی. راست گفت خداوند متعال، پروردگاری که حق را از باطل جدا فرمود. عزیزان و سرورانم، بله، امروز استکبار جهانی به بهانه دفاع از حقوق بشر و حفظ منافع ملیش خود را طلایه‌دار و تروریسم در جهان معرفی کرده تا بدین وسیله جنایات خود را در جهان قانونی جلوه دهد. اما به هر مفهوم که به واژه تروریسم در جهان بنگریم، بارزترین مصداق آن امریکای خون آشام و صفاک و فرزند نامشروعش صهیونیسم و غاصب و مکار و حیله‌گر انگلیس هستند. 1400 سال است که ما علی رغم دشمنان قسم خورده اسلام نو چلنج صادر می کنیم و به گوش رهبران ملی، کشورداران، زعما و تمدن و قلدران دنیا ندای ملکوتی می رسانیم که بازی با آتش کار خردمندان نیست. هر فرد و یا حکومتی نقش کارگردانی را در این بازی ایفا می کند، پس از اینکه به حریفانش لطمه زند کاشانه خود را طعمه حریق خواهد کرد. ای استعمارگران، به نمایش گذاشتن قدرت نیروی اتمی و سلاح‌های کشتار و جمعی و شیمایی که جهان را در آستانه نسل کشی و ویرانی مبدل می سازد، نمی توانید موجی از اسلام خواهی و اسلامگرایی را در سرتاسر دنیا خاموش نمایید. مسلماً در هر برهه تاریخ از بشریت چون جریان‌های سکولاریستی و یا دشمنان اصیل اسلام با تمام نیرو و مجهز با پیشرفته‌ترین و خطرناکترین ابزار تکنولوژی عصر از پی کمرنگ کردن نقش قرآن و ایدئولوژی اسلام برآمدند و این خفاش صفتان تاریخ تحمل ندارند که در ابعاد نظامی، سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیکی، بشری و فرهنگی اسلام حکومت نمایند. مسلماً چیزی که ما را در فضای امنیت و صلح دائمی میرساند همانا پاسداری از مراکز علمی و احترام گذاشتن به ارزش‌ها و مقدسات اسلامی است. اگر فاشتر از این بگویم، یقیناً و مطمئناً هیچ وقت مدعیان دروغین امنیت و دموکراسی به بالا کردن ارزش‌ها و مقدسات اسلامی و تجاوز در مرزهای مذهبی و اعتقادی ما مسلمانان نمیتوانند در جهان امنیت و دموکراسی برقرار نماید. ای غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت و به تاراج و غمان خیز. از ناله مرغ و چمن از بانگ اذان خیز، از گرمه هنگامه آتش نفسان خیز. از خواب گران خیز. و این موضوع را به خاتمه میرسانم.